ادامه داستان آریان برادر کوچکی داشت که نام او را آریان گذاشته بودند. آریان همیشه درباره آریان برادر بزرگترش از پدر و مادرش سوال می‌پرسید. یک روز مادرش به او گفت که وسایل برادرت داخل اتاق زیر شیروانی هست، چرا نمیری و سری به آنها نمیزنی؟ آریان قبول کرد و رفت تا به آنها سری بزند. او آینه‌ای دید و او را برداشت. آن آینه همان آینه طلسم شده بود. بعد از مدتی او مردی در آینه دید. اول کمی ترسید و از آن آینه دور شود، اما آن هم مثل برادرش در آینه گیر افتاد. بعد از دقایقی آن مرد را پیدا کرد و بعد از مدتی صحبت با آن مرد متوجه شد که آن مرد در واقع برادرش است. آریان از آریان پرسید چرا این همه مدت از این آینه خارج نشدی؟ آریان گفت راه خروجی وجود ندارد. آنها دوباره به دنبال راه خروج می‌گردند. آنها آینه درخشان پیدا کردند، تصمیم گرفتند آن را بشکنند. وقتی آینه را شکستند، همه جا تاریک شد و ناگهان در خانه ظاهر شدند و با هم شب خوشی را در کنار هم سپری کردند. ادامه داستان آریان برادر کوچکی داشت که نام او را آریان گذاشته بود.